سلام خوب هستین؟ من اشکان هستم با ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون. دوستان توی این کلیپ میخوام در مورد این کلاس اسکن براتون توضیح بدم. خیلی میپرسن این کلاس قضیهش چیه؟ این کلاس اسکن میکنه تو مولتی خیلی بکار میاد. یه مپی هم هست 5 مقابل 5 که میبینید زنده نمیشه. این خیلی تون بکار میاد، خیلی توش بکار میاد، چون بعضی هستن میرن کپ میکنن و این تو اون تمپرری دیوس و این تمپرری دیوس این حکم نیش ما رو داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا طرف کامپیوتر تو راحت میتونی با این جاشو پیدا کنی یا حداقل بفهمی کجاست. حالا من کار ندارم، با این رفتیم یه دست بازی کردیم، هم تو همون مپ تو همون چیزی گفتم. بازی شروع شد. تو بدون این روزا هر آدمی یه بار کده. من خوردم زمین و همه نظاره کرد نگاه شادشون به منو دنبال کنین، سابسکرایب و فالو، لایک و کامنت انگلیسی، حالا هرچی هر جور مایلین کامنت بزن فرق نمی‌کنه. با یه آه بلند اونا نشستن و منم تو راه قلم. اونایی که منو به حال خودم رهام کردن تو دردام ناله کنم. فعلا مهم هدف ولی وقتش میرسه که زندگی نامشونو پاره کنم. فقط بگم آقا این بخش توضیحات میگن آقا این چی میگن گردونا باگ داره، این همه مسخره است، اصلا باگ نداره، اینا همه چرت در واقع. اینو من معتقدم اصلا باگ نداره، باگ هم مسخره است. من تو هر جور انجام بدی باز میگن تو اشتباه انجام بدی، خودشون بالای 1000 بار انجام میدن تا یه بار میگیره. خب آقا کاری نداری، من چند پیش 2 نفر اسکن کردم، 2 نفر اومدن جلو زدم، 2 نفر رو یکیشون رو زدم، یکی دیگه من زد، هرچی بشه نمیاد. بعد اینجا هم که یکم طول کشید، خب اینجا هم اینجوری شد دیگه، زد دیگه، دمیج بودم. اینجا هم که یار ما رو نگاه کن چجوری داره میزنم، مهم نیست و واسه دومین دستم بردیم، حالا مهم نیست. رفتیم، من میخواستم از این کلاس استفاده کنم، باز گذاشتم اون اسکن رو شروع کردم، دیدم اون خواستم اسکن رو بزنم، دستم خود جون نارنجکیه دیگه، نارنجک خیلی بعد چرت انداختم، من مهم نیست، ولی با نارنجک کیلم گرفته دارم، این هم مهم نیست. این دیوس اصلا سگ دمیج اصلا در میرفت از دست دادم. دوبار کردیم ایستادیم ما شد، دوباره اسکن رو شروع کردیم، دیدیم چند نفر اینجا هستن. این عجب داری فراری میکرد لعنتی. اسکن کردم دیدم اینجاست، اینو زدم، باز از همون ناحیه که چند دقیقه پیش مردم همونجا موندم. دوباره ادامه دادیم، رفتیم پایین از این پلای لعنتی، رفتیم تو خونه، اسکن رو شروع کردیم، رفتیم پشت چیزی نبود، رفتیم جلوتر، هواپیمایی که افتاده، این یکی اینجا بود، کجا میری عمویی وایسا، اینو زدم و رفتم دوباره اسکن کردم، دیدم دست چپ 3 نفرن، یکیشون رو زدم، یکیشون هم یارمون زد، دوباره اسکن کردم، دیدم دست راست یکی هست، اینم رفتم دنبالش، یه دونه زدم، خورد بهش و بازی تموم شد. 3-1 بردیم. دست سوم، دست چهارم در واقع رفتیم واسه دست پنجم که کلا ببریم. این یار ما اونقدر حرف میزد دیگه مجبورشون کلا وایس صدای بازی رو ببریم. حالا اینجا اون باکس بمب اصلا چنگم دزدیده بکنن. رفتیم پشت این هواپیما صعود کرده، اسکن کردیم، دیدیم یکی هست، رفتیم بزنیمش که یکی دیگه اومد، اونو زدیم، بازی باز تموم شد، 4-1 بردیم. میدم اون که پای خونواده جنگید، خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه، هنوزم عذابم میده ولی به زندگی بازم جوابم اینه. هی زندگی چی کار کردی با من، تو اینو بهم بگو، تو نامردی یا من، اینم بدونین تویی که تشباختی، من ادامه میدم هنوز منو نشناختی. که نشونتون دادم، قربونتون برم، لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. خدای همتون سر نکردم واسه رسیدن شانس، صبر نکردم و با صفر یه کاری کردم.